اگر نمی‌اومدید البته وقت ما پر بود، ولی خب چه بهتر که تصمیم گرفتید بیاد با علاقه‌مندی یه درمانی رو شروع بکنید. البته اتفاق میفته که وقتی که مراجعه میکنن ما نگاه میکنیم به تاریخچه ناراحتی، میبینیم اغلب 7-10 سال دیر مراجعه کردن. متاسفانه اینطوره. خودشون هم ولی میگن با وجود ماهی رو هر وقت از آب ما الان هر دو کسی که تداعی کردیم بگیریم تازه است. هر وقت آدم برای یک قدم مثبت واقعا اقدام بکنه اون موقع مناسبی هست. و ما همیشه انسان‌ها احتیاجه که توی رشد روح و روانمون باشیم. این ادامه داره تا آخر عمر. واقعا. و واقعا زندگی یعنی مجموعه همین تحولات و این تغییرات. امروز یکی از آقایونی که اومده بود من در جلسه میگفت که من تا از این مشکلی میام بیرون خیالم راحت میشه که دیگه زندگی من خیلی متعادل شده. فردا باز اتفاق دیگه میفته. گفتم خب اگر اتفاق نیفته مثل دریایی است که سکون پیدا میکنه. اون دریا نیست. دریا موقعی دریاست که موج داشته باشه. زندگی واقعا پر از موجه. بله. ما از استودیو خبر دادن که وقت ما به پایان رسیده، در حالی که تلفن داریم و میتونستیم یک دو تا تلفن جواب بدیم. اجازه بفرمایید سلام علیک بکنیم با این تلفن و بعد اجازه بفرمایید گفتن که سلام علیک هم نمیتونیم بکنیم. لطفاً پای تلفن باقی بمونید، به تلفن های شما پاسخ خواهیم داد بعد از این برنامه. به اتفاق خانم دکتر فرناز زنده دل از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. امیدوارم با انتخاب راه و روش های مناسب برای زندگی بهتر اقدام بکنید، دنبال بکنید تا اینکه هفته آینده در خدمت شما باشیم. تا هفته آینده خداحافظ. خدا نگهدار. شب و روز شما